سلام وقتتون بخیر بچه ها، خوش اومدید. من آیدا جعفریان هستم، مدیر گروه یا همون دوبلور اوزی، راگاتا، فیریز، گارا و همونایی که میشناسید. اومدم بهتون بگم که عیدتون مبارک، سال نو مبارک، سال جدید، موفقیت ها، تلاش های جدید و همینطور هم تغییرات جدید. ببخشید جعبه خبرهای جدید و سوغاتی ها و ایدیایی که براتون آوردیم افتاد، دوست دارم. اومدم بهتون بگم که سال نو مبارک و واقعا هم اومدم که یه تشکر ویژه ازتون بکنم که مرسی که ما رو تا اینجا حمایت کردید، حتی با اون اولین کار بدمون از رباتای قاتل قسمت اول. ما رباتای کارگر تو خدا بخشش نکن، رباتای مستقل. واقعا همه اعضای بچه‌هایی که هستیم واقعا ازتون تشکر میکنیم که تمام این سالها در کنار ما بودید و از ما حمایت کردید. حتی با اینکه خیلی بد بودیم شما باز با کارمون شاد شدید. حتی با اینکه زیاد کیفیت خوبی تحویل نمیدادیم باز با کارمون خوشحال بودید و ازمون حمایت کردید. من واقعا از شما 2600 نفر تشکر میکنم که ما رو تا اینجا رسوندید و واقعا هیچی نمیتونم بگم جز این که یه تشکر ویژه ازتون بکنم. واقعا از همتون ممنونیم و واقعا خوشحال شدیم که تونستیم انقدر آدمو خوشحال کنیم. سلام و درود خدمت به همه شما فارسی زبانانی که ویدیوهای ما رو نگاه میکنن و از ما خوششون میاد یا بدشون میاد. بنده سارنگ قادر هستم، دوبلور نقشه مثل کنگره دیجیتال سرکس، فرانک از اسپوکی مانث، سنس و دیریم از اندرورس، پاکت کله از شلوران و غیره و غیره و غیره و غیره. امروز اینجا اومدم تا عید رو بهتون تبریک بگم و آرزو کنم به هر آرزویی که میخواید برسید و کنار خانواده شاد و خرم زندگی کنید. درود به شما دوستای قشنگم، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال نوتون مبارک باشه، کنار خانواده‌تون شاد باشید و امیدوارم به همه خواسته هاتون برسید. درود، محبوب سعیدآبادی هستم یا همون دکتر که شاید بنده رو با صداها و نقش‌های فراکر از لاکادیزی، سیاه کلاه از شروران، جو از شهروندان نمونه و فین از فین بشناسید و خیلی های دیگه. و الان اینجام تا فرا رسیدن نوروز باستانی رو بهتون شاد باشه اعلام کنم و امیدوارم که در کنار عزیزان و خانواده‌تون سالی پر از زیبایی داشته باشید و سال خوبی رو سپری کنید. درود به همگی، من کیان رجبی هستم و سال نو رو به تمام شما تبریک میگم. امیدوارم سال فوق‌العاده‌ای و کنار خانواده بگذرونید. خب خواستم درود بفرستم خدمت تمام بینندگان و کسایی که طی این چند سال ما رو حمایت کردن. من فاطمه زهرا صادقی هستم، صدا پیشه هورنت و آنداین داخل آندرورس. خواستم بگم که مرسی که طی این چند سال ما رو حمایت کردین و ما رو به این خانواده بزرگ سپردین. امیدوارم که امسال سال خوبی داشته باشین و سال 1404 براتون سال خیلی خوب و شادی باشه، کنار دوستاتون، کنار خانواده‌تون و ما رو ترک نکنین. مرسی که بودین و مرسی که هستین. سلام و درود بر تمام پارسی زبانان ایران. من هستی غفورپور هستم، مترجم گروه دوبلاژ پارسی داب و خب امیدوارم عیدتون مبارک باشه اولش و امیدوارم که سال خوبی رو با خانواده‌تون در کنار خانواده بگذرونید. در آخر اینم باید بگم که کسایی مثل امین مرتضوی، مهدی کلاسنگیانی، تارا انصاری، متین امینی، هانا رحیمی، امیر محمد بهادری، امیر حسین دوست‌آبادی، سید فروغ پورفرجی، رها طاهری، سوگل قاسمی، ابوالفضل صادقی عزیز، شاهین جمعه فرسنگی، آرتین غلامی، مهیار شریفی، رضا ناظری و نازنین کریمی هم عید رو بهتون تبریک گفتن، ولی چون دستشون بند بود یا جایی بودن نتونستن وایس تبریک رو براتون آماده کنن، چون این ویدیو داره دقیقاً 90 آماده میشه و از طرف همه بچه‌های پارسیداب میگیم دوستتون داریم. بزن بریم که خاطرات زندگانیم. در سال 1404 خواهید دید